ای ملت مجاهد، ای قهرمانان تاریخ، کار من و شما آغاز شده که ما برای نجات جهانیان قدم برداریم. انسانیتی که در موردشون گفتم اولاد پیامبرن، پیامبرزاده، مسجود ملائکه، خلیفه پروردگار. حالشون چیست؟ از تبلیغات کاذبشون فریب نخوریم، زندگیشون تباهه. من به عنوان مثال یکی از اون موارد رو بگم. إن الحمد لله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد كما ينبغي لجودك وكرمك وسخائك. أما بعد، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أوذيت في الله ما لم يؤذ أحد، وخوفت في الله ما لم يخوف أحد. أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله عز وجل من و شما را انتخاب نموده و برای غمخواری و همدردی جهانیان فرستاده است. یکی از پیامه‌های مهم این مجلس و پیامه‌های مهم قرآن و احادیث گوهربار پیامبر به من و شما همه و خصوصا کسانی که امروز تاج زیبای عمامه بر سرشون نهاده میشه، این دردی است که در قلب اطهر و زیبای جناب رسول الله صلی الله تبارک و تعالی علیه و علی آله و صحبه و سلم بود. آن به من و شما ارث رسیده. من و شما غمخوار جهانیانیم. هو اجتباکم، منتخب شده ایم تا غمخوار جهانیان باشیم. این چنان از قلب اطهر امام الانبیا به قلوب صحابه منتقل شده بود. قبل از این که ما غمخواری در مورد غمخواری چند جمله صحبت بکنم، غمخوار کی هستیم؟ غمخوار چه کسانی هستیم؟ ای ملت قهرمان، ملت سلحشور افغانستان زمین، کسانی که من و شما برای غمخواری و همدردیشون آمده ایم. قرآن معرفی میکنه: لقد کرمنا بنی آدم. اینها رو پروردگار تاج کرامت بر سرشون نهاده. از نظر جغرافیایی در اروپا یا امریکا باشند، یا در افریقا و استرالیا باشند، از نظر رنگ و پوست با من و تو فرق داشته باشند، سیاه پوستان افریقا یا سرخ پوستان امریکا باشند، اگر از نظر زبان انگلیسی تکلم کنند یا فرانسوی و پرتغالی گپ بزنند، اینها همه تاج کرامت بر سرشون رب العالمین نهاده. کسانی که من و شما برای غمخواریشون آمده ایم، قرآن معرفی میکنه اینها همه اولاد پیامبرند، پیامبرزاده اند. ان الله اصطفى آدم. اینها همه پیامبرزاده و آنهایی که من و شما برای نجاتشون و غمخواریشون آمده ایم بشناسید اینها زیباترین خلقت پروردگارند. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم و صورکم فاحسن صورکم. این انسانها همونهایند که خلقته بیدی
این چه شرافت بزرگی دارن که من و شما برای نجاتشون اومده ایم. سخر لكم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره. اینها آن شرافت رو دارن که خلق لكم ما فی الارض جمیعا. هر آنچه که روی کره خاکی هست اینها همه به خاطر همین انسان و خدمت این انسان آفریده شده اند. من شما برای نجات کسانی اومده ایم که پروردگار در کلامش جایگاه اینها رو چنان بیان میکنه که قتل یک انسان فکأنما قتل الناس جمیعا، و این یک انسان رو حیات بخشیدن فکأنما احیا الناس جمیعا. من و شما برای غمخواری و همدردی کسانی اومده ایم که رب العالمین در کلامش اعلام میکنه غیبت اینها ممنوع و حرامه. عیبی که اینها داشته باشند و عیبش رو همه هم بدونن و عیبشون قطعی و مسلم باشه، آن عیب رو پشت سر بیان کردی. اینها نزد الله محترمن، تاج کرامت بر سرشونه، چنان جرم سنگینی انجام میدی. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. و اگر آن جرمش را، آنچه که اون نمیپسنده در اون شخص موجوده و 100% قطعیه و همه میدونن، روبرو گفتی دلش شکستی. بسیاری هستن که برای نجات از غیبت یا برای بهانه آوردن به این جرم خودشون میگن که من جلوش هم میگم. اگر جلوش میگی دلش رو میشکنی و شکستن دل مسلمان و انسان از شکستن کعبت الله هم جرمی سنگین تره. و اگر اون جرم رو نداره، مردم میگوین این افکه، مردم همه بگوین، اما تو خبر نداری این جرم عظیمی، عذاب عظیم پروردگار را دعوت میدهی. و اگر نداری اون عیب را، این بهتانه. این جایگاه کسانی است که من و شما برای نجاتشون اومده ایم. اجازه تجسس نداری، ولا تجسسوا، حتی اجازه بدگمان بودن در مورد اینها رو نداری. انسانیتی که امروز دم از حقوق بشر میزنه، چه خبر داره که نزد من و شما انسانیت چه قیمت داره و نزد پیامبر من و شما انسانیت چه قیمت بزرگی داره. متاسفانه ما اون نگاه را، اون تفکر را از یاد برده ایم که انسانیت به حیث انسان بودن کرامت داره. در نزد پیامبر ما 2 نفر رو آوردن و این 2 نفر دزدن، این 2 نفر مشرکن، شکل ظاهریشون هم قبیحه. امام الانبیا پرسیدن من انتما، شما کی هستید؟ جواب دادن نحن المهانان، ما انسانهای پست و ذلیل. بشنو ای جوان قهرمان، بشنو ای سفید ریش محترم قهرمان زمین، بشنو ای ملت شهید پرور. در نگاه پیامبر من و شما انسانیت چه قیمت داره؟ لا بل انتم المکرمان. عقیدهش فرق میکنه، عقیده مشرکی داره، عملش زشته، دزد رهزنه، اما تاج کرامتی که رب بر سر او نهاده، با آن نگاه کن و لکه کثیف شرک رو از او دور کن، لکه کثیف دزدی رو از او زدوده کن. تو برای نجات جهانیان و غمخواری و همدردی اومده ای، برای حتی کسانی که تشنه خون شما. ملت قهرمان، در برهه‌ای که از زمان من و شما قرار گرفته ایم، کار به پایان نرسیده که ما اگر پای نجس استعمارگران را، متجاوزان را از کشورمون بیرون کردیم و این عزت رو در تاریخ برای خودمون ثبت کردیم، اما کار به پایان نرسیده، بلکه ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. موجیم، آرامش ما عدم ماست.
این فرصت برای این است که ما نور هدایت برداریم، ما غمخواران و هم دردانه به سوی اونها حرکت کنیم که با اسلحه هایشون اومدن و از اینجا پس برگشتن و با ذلت برگشتن. ما با این بیرقی که امروز در خانه ها به اهتزاز در میاریم، با این بیرق زیبا که با دیدنش چشمامون خنک میشن، جای این بیرق فقط اینجا نیست ای ملت قهرمان. جای این بیرق قلب 8 میلیارد انسان جهانه، غمخوارانه و هم دردانه برای انسانیت قدم بردار. شما اشتباه کردید، اما ما از پیامبرمون یاد گرفتیم کسی که شمشیر رو از نیام بیرون آورده، من یمنعک منی، تصمیم قتل پیامبر ما داره. امام الانبیا به ما درس میده برای تشنگان خونمون، اسلم من که سعادت هر دو جهان تو رو میخوام. ما فراموش نکردیم سیرت پیامبرمون را، خالدی که مجروح کرد قلب پیامبر را، خالدی که سبب شد که دندان مبارک شهید شد، خالدی که سبب شد 70 تن از یاران شهید شدن. اما در مورد خالد غمخوارانه میگه خالد دانشمنده. خالد میگه وقتی که این خبر به گوش من رسید دل سنگم تکون خورد. کسی که من این همه رنج و غم دادم در مورد من چنین نگاه زیبایی داره. بعد از مدتی دوباره شنیدم که ذکر من شده در مجلسش و گفته من تعجبم که چرا خالد نمیاد. خالد انسان فهمیده. بگه این دل من تکون خورد. گفتم باید برم ببینم این شخصیت رو. هنگامی که خالد خبر داد که من دارم به سوی مدینه میام، این رحمت للعالمین، اهل مدینه رو فرمودن مواظب باشید به سوی خالد تند نگاه نکنید، نگاهتون رو پایین بذارید. مبادا خالدی که هنوز ایمان نآورده، خالدی که قلبش لکه نجسه شرک رو داره، خالدی که دستهاش با خون زیباترین افراد مثل حمزه ها آلوده ان، اما نگاه کنید که بهش نگاه نکنید که به یاد ماضیش به افته و شرمنده بشه. خالد میگه من اومدم اما عجب منظری دیدم که امام الانبیا برای استقبالش اومده و از کتف مبارکش چادر نبوت رو پهن میکنه. اهلا و سهلا، بفرما خالد مرحبا بالضیف. این درس غمخواری است که به من و شما داده شده و انسانیت امروز هم تشنه. امروز وقت آرام نیست. امروز فقط ما کارمون ترخشاندنه و بر بالا بردن اقتصاد کشور نیست، بلکه کار من و شما ای ملت مجاهد، ای قهرمانان تاریخ، کار من و شما آغاز شده که ما برای نجات جهانیان قدم برداریم. انسانیتی که در موردشون گفتم اولاد پیامبرن، پیامبرزاده، مسجود ملائکه، خلیفه پروردگار. حالشون چیست؟ از تبلیغات کاذبشون فریب نخوریم، زندگیشون تباهه. من به عنوان مثال یکی از اون موارد رو بگم. وقتی که از جوزف پرسیدیم که چگونه ایمان آوردی، جوانی با چشمه های آبی، با موهای طلایی و نمایانگر این که سنت بر چهرهش می درخشه که تازه مسلمان شده، چگونه مسلمان شدی؟ در جواب گفت که ای مسلمان ها، من نه تنها اکثریت قاطع جوانان بشر و انسانیت برای لذت بردن از جوانی آدرس های اشتباه رو می رفتیم. کسراب بقیعه، قرآن به ما خبر داده هر آدرسی که غیر مسلمان میره او سراب آب نیست. اما این آدرس ها منو نگران کردن تا روزی که خانواده هم از من بیزار شد. روزی همه روزه پلیس در خانه، پدر و مادر گفتن جوزف ما بیشتر نمیتونیم تو رو تحمل بکنیم. من در غرور جوانیم از خانه بیرون رفتم.
شهری که بغل شهرمون بود نزدیک، اونجا سکونت اختیار کردم. و اما هنوز آدرس‌های اشتباه، هر آدرس اشتباه شعله ای از آتش درون قلب من روشن می کرد. آخر به جایی رسیدم که نه تنها دیگران از من بیزار بودم، خودم هم از خودم بیزار شدم. در فکر بودم که زندگیم رو به پایان برسونم. شبی از شبها یک بار دستم بلند شد، آهی از سینه‌ام برآمد. ای کسی که منو آفریدی، من تو رو نمی شناسم، اما ازت خواهش میکنم منو از این سردرگمی بیرون بیار. من بیشتر نمیتونم تحمل کنم. من تو رو نمیشناسم که منو آفریدی، اما من نگرانم به داد من برس. گریه میکردم تا اینکه در همین حال گریه به خواب رفتم. در خواب میبینم که من در خانه پدر و مادرم، اما پدر و مادر میگن برو بیرون. نه بابا جان منو بیرون نکن. مادر میگه برو بیرون. مادر اون آغوش گرمت، اون دست نوازشت، بابا اون لبخند تو میخوام. منو هل دادن، از خونه بیرون کردن. از خونه بیرون اومدم، پله بودن پایین میرفتم، اما ناگهان پله ها تموم شدن. سقوط خوفناک و وحشتناکی. از این پرتگاه بزرگی دارم میام پایین، فریاد میزدم کسی هست که منو نجات بده، کسی هست که به دادم برسه. خبری نبود. یک بار احساس کردم که روی یک جای نماز قرمز رنگی در حال سجده افتاده ام. صدایی منو به سوی خودش متوجه میکنه. وقتی که سرم بالا گرفتم، چهره بسیار زیبا و قشنگ و به من میگه بخون لا اله الا الله محمد رسول الله. از خواب پریدم. عجب خوابی، خوف و انتهایش بسیار شادمانه، خوشحال کننده. با خودم روز بعد گفتم برم خونه پدر و مادر، شاید شعله های آتش درون من خاموش بشن. وقتی که سوار اتوبوس شدم، دیدم کنار من کسی نشسته که مانند همون کسی است که در خواب دیدم، هم تیپ مشابهشه. پرسیدم شما کی هستید؟ گفت مسلمان. گفتم مسلمان یعنی چه؟ دینمون اسلامه. اسلام یعنی چه؟ روش زندگی که پیامبرمون آورده و تضمین میکنه خوشبختی رو و آرامش قلب رو. تو دلم گفتم که من تمام زندگی اشتباه رفتم. آنچه که میخوام اینجاست، آرامش قلب. من گفتم میخوام مسلمان بشم. چه شرطی داری؟ گفت هیچ شرطی ندارم، فقط با دعوتگران به من گفت همراهی بکن. توضیح داد و گفت که باید کلمه شهادت بخونی. گفتم میخونم. داخل اتوبوس هنگامی که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله رو خوندم، انگار که آتش های درون سینه من خاموش شدن. احساس آرامشی در قلبم، احساس اطمئنانیتی در دلم. رسیدیم به اون شهرمون. به من گفت بریم مسجد، اولین دو رکعت نماز اسلام رو خودم به تو تعلیم بدهم. در مسجد باز کردیم، گروه دعوتگرا موجود بود. منو معرفی کرد. در راه پرسیده بود اسمت کیه؟ گفته بودم جوزف. گفت با اسم تو یوسف قشنگ در میاد. اسم منو یوسف گذاشت. هنگامی که وارد مسجد شدیم معرفی کرد که این برادر تازه مسلمان ما. آن گروه دعوتگران منو آغوش گرفتن. برای اولین بار بود که در زندگیم احساس محبت می کردم. این کلمه I love you رو بسیار شنیده بودم، اما همه غرض بودن. امروز قلبم می گفت اینها منو دوست دارن. به من گفتن 3 روز با ما بمون. گفتم وعده کرده بودم میمونم. 3 روز اول ایمان. چه زیبا بود سجده ها،
هنگامی که میگفتن که ان الساجد یسجد علی قدمی الرحمن، اصلا دلم نمیخواست که سرم از سجده بردارم. هنگامی که گفتن این کلام رب العالمین قرآنه، بلد نبودم، ما نمیخواستم از جلو چشمانم بردارم. تشنه بودم برای آنچه که سالها اشتباه میرفتم. هنگامی که 3 روز تکمیل شد به من گفتند که 40 روز با ما بمون. من گفتم یک اجازه بدید یک تماس بگیرم. در فکر من هنوز آن خواب بود. گفتم اجازه بدید که یک تماس بگیرم از پدر و مادرم، اجازه بگیرم. گفتن مشکل نیست. این تماس گرفتم، مادرم گوشی رو برداشت و گفتم مادر جان، فرزندتم جوزف، اسم من الان یوسفه، میخوام 40 روز با برادرهای مسلمانم بمونم. گفت مشکلی نیست بمان. 40 روز اول ایمان صفا داشت، اما در این روزها چیزی که منو نگران میکرد اون منظر قیامت بود. هنگامی که من با گروه امام الانبیا به سوی بهشت میرم و پدر و مادرم به سبب کفرشون به سوی جهنم میرن، منو نگران میکرد و دعا میکردم. 40 روز هم به پایان رسید. دعوتگرا گفتن اگر میخوای یوسف دعوتگر باشی 4 ماه در فضای دعوت بمان. گفتم حتما میمانم، اما یک اجازه بدید یک بار برم، یک تماس یک بار برم پیش پدر و مادرم. این اجازه هست. گفت برو نگاه کن پدر و مادرت را. هنگامی که نزدیک خانه رسیدم ضربان قلبم تند شده بودن. این لحظات از دلم فریاد بلند می شد و در زدم و به ربم می گفتم ربا تو میدونی که من نمیتونم تحمل کنم که پدر و مادر من به جهنم بروند، اما اگر من به پدر و مادر بگویم که بابا جان مادر جان دین اسلام دین حق و نجاته، به من جواب میدن که جوزف این هم یکی از دروغه های زندگیت. من هرگز صادقانه باشون برخورد نکرده بودم، مطمئن بودم که جواب منو رد میدن، اما تو دلم میگفتم ربا تو به دادم برس. من نمیتونم تحمل کنم که پدر و مادر من به جهنم بروند. در خونه رسیدم، در زدم، مادرم در رو باز کرد. وارد خونه که شدیم مادرم گفت فرزندم به تو خوش خبری میدم. گفتم بفرما. جلوتر رفتیم، دوباره گفت خوش خبری میدم، توجه نکردم. دوباره گفت 3 باره گفت. من تو دلم میگفتم من که خوشخبری دنیا نمیخوام بشنوم، حتما میگه منزل خریدیم موتر خریدیم، اما من ایمان تو نمیخوام. بار 4 مادرم گفت فرزندم من به تو خوشخبری میدم توجه نمی کنی. گفتم بفرما مادر. مادرم گفت الحمدلله من و پدر و برادرت هر 3 نفر ایمان آوردیم. هنگامی که تو تلفن کردی ما گفتیم چه کسانی هستند؟ فرزندی که ما تحمل نکردیم از خانه بیرونش کردیم، پدر و مادر تحمل نکردن. این چه مسلمان و اسلامی است که این چنین فرزند ما رو تحمل میکنن؟ کنجکاو شدیم، تحقیق کردیم، اسلام دین حق، مسلمان شدیم. کل افراد خانواده اسم من عایشه گذاشتن، اسم بابات عمر و اسم برادرت که گفته بودیم اسم تو رو یوسف گذاشته اند، بنیامین گذاشتن. من این جوزف رو دیدم، یوسف را. یوسف الان از علمای اسلامه. یوسف گفت بعد از این که در تشکیل بودم یک بار نزدیکی از علمای بزرگ خوابم رو تعریف می کردم. یک بار در این تعبیر خواب از من پرسید آیا اون چهره زیبا که به تو گفت بخون لا اله الا الله یادته؟ گفتم بله هنوز جلو چشمان منه. اون پیشانی وسیع و اون چشمای درشت، اون ابروهای کمانی. من داشتم گفتم نگاه کردم اشکای مبارکش میریزه. گفت ای یوسف میدونی این کی بوده؟ گفتم نخیر. گفت این پیامبر من و تو محمد رسول الله
صلی الله تبارک و تعالی علیه و علی آله و صحبه و سلم بوده. ملت قهرمان برس به داد انسانیت، نزار اینها را دشمن شکار کنه و به سوی جهنم ببره. انسانیت رو دریاب، انسانیت رو دریاب. این زمان فرا رسیده که من و شما از یک طرف برای داد انسانیت آستین همت بالا بزنیم و از جانب دیگر این ملت قهرمان پرور، این ملتی که هیچ فردی در این کشور از شمال تا جنوب من الحمدلله از نزدیک دیدم، هیچ ملتی، هیچ قومی، هیچ خانواده‌ای، هیچ قریه‌ای در این کشور یافت نمیشه مگر این که برای اسلام، برای الله جان داده‌اند. اینها شهید پرورن، اینها خانواده شهیدن، فرزند شهیدن، اما قدم نجس یهود و نصارا بر اینها تأثیر گذاشته. اما رفتنشون در ابتدا برای هجرت، برای حفاظت دین و ایمان و اسلام در کشورهایی رفتند که اونجا محیط فاسد اینها رو زخمی کرده، بر عقایدشون تأثیر گذاشته، بر اخلاقشون زخمه. مواظب باش، اینها رو دور نکن، اینها رو آغوش بگیر. اینها فرزندان من و شمایند، مانند همان فرزندی که پدر و مادر ناراضی شده، دشمن او رو فریب داده، بدخواهان او رو از پدر بدزن کرده‌اند، رفته جایی ایستاده که نهر بزرگی است و یک قدم برداره به نهر میفته، هلاک میشه و اگر اونجا بمانه آب زیر این رو خالی کرده و این سقوط میکنه و این فرزند در آب غرق میشه. در این وقت پدر چگونه برخورد میکنه؟ غمخوارانه با لبخند، با صبر و تحمل این ملت رو آغوش بگیریم و این جوانان رو اگر از اینا نفرت نکن، اگر از سنت چهرهش دوره، اما من به تو با جرأت میگم در قلبش محبت الله و رسول میدرخشه. آغوشش بگیر، بیارش مسجد، در محیط ایمانی نسل‌هایمون رو حفاظت کنیم با اعمالی که پیامبر دادن در دار ارقم و در مسجد نبوی. همین جوان رو میبینی که در قله‌های بلند افریقا و میبینی که در کاخه‌های اروپا کلمه لا اله الا الله را انشالله به قلب جهانیان خواهد رساند. برای این من یکی درخواستم اینه که مدارس رو بیشتر تقویت کنید، اینها منبع خیرند. اگر امروز امارت اسلامی داریم، مجاهد داریم، تبلیغ داریم، همه خوبی ها برمیگرده بر همین مراکز نور. مساجد را، مدارس را، مکاتب را تقویت کنیم، ملت را به سوی علم و آگاهی و دانش روز و دانش قرآن بیاریم. و آخرین و یک درخواستم، مدرسه سیاری که به نام جماعت و تبلیغ هست، همه خودمون و دیگران را در این مسیر به حرکت در بیاریم. و آخرین درخواستم، این سایه زیبای امارت این مال همه شهداست، برای حفاظت و قدردانی از خون شهدا همه من تصمیم بگیریم، همه مسئولیم که این رو تقویت کنیم و کار چند نفر یک قشر خاصی نیست. همه رو به سوی مسجد بیاریم، با اخلاق و ایمان تقویتشون کنیم، تعصبهای کور قومی و لسانی و جغرافیایی رو زیر پا بذاریم و برای نجات این ملت و جهانیان همه به قدر توانمون تلاش بکنیم. همه آماده اید انشاءالله؟ الله تعالی به همه‌مون توفیق عمل عنایت بفرمایند و من این را مژده میدم مستقبل جهان اسلام. ملت ها حتی از سیاست های غیر دینی خسته شده اند. خدا را ملت قهرمان
هرچی زودتر الگو و اسوه کامل سیاست و حکمرانی دینی را به جهانیان تقدیم کن. از بیدینی معاشرهشون هم خسته هن، منتظرن که من و شما به اونها این نور زیبا را تقدیم بکنیم. الله تعالی به همه‌مون توفیق عمل عنایت بفرمایند. من هم از علما، اساتید، بانیان این خیر، حبیبی ها، همه شون تشکر میکنم و از همه شما جزاکم الله خیرا.